قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов توجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم، عصر میانه و دوره نو، گفتار 94. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. تاجیکان در آخرهای عصر میانه. نامی کمال الدین بینایی، سال تولد 1453، سال قتل 1512، همزمانی واصفی است. او در هرات از عائله استای هنرمندی بیناکار به دنیا آمده، در آوان جوانی چند سال را در شیراز، پس در تبریز در دربار سلطان یعقوب به سر برده است. سال 1491 به زادگاهش شهری هرات برگشت، اما به سبب فتنه و دسیسه های اهل دربار که از بخل و حسد نسبت به او شاعری با استعدادی از طبقه پست برآمده سر میزد، دیری نگذشته در سال 1495 به سمرقند هجرت نمود. او در آنجا شاهد جنگ و نزاع‌های بین وارثان سلطنت طلب تیموریان و شیبانیان گردید. بعد سمرقند را ضبط کردن محمد شیبانی خان به خدمت دربار او داخل شد و همراه لشکری شیبانی در سال 1507 به هرات بازگشت نمود. پس از فوت شیبانی خان سال 1510 و هرات را تصرف کردن صفویان، او به قرشی رفت و بعد 2 سال در آنجا هنگام قتل عام مردم بیگناه که لشکری صفوی براه انداخته بود کشته شد. بینایی شاعری زبردست و مطرب ماهری بود. به قلم او چند رساله و نمونه های نثر بدیعی نیز تعلق دارند. یکی از آفریده های برجسته او مثنوی بهروز و بهرام است که در آن فکرهای تربیوی و اخلاقی و عقیده های اجتماعی و جمعیتی شاعر بیان یافتند. مؤلف ضعف و سستی های انسان را مورد مذمت قرار داده، نقصان ها و ناسازگاری های محیط فئودالی، اخلاق ویران اهل جاه و ثروت و روحانیان متعصب را به زیر تازیانه می گیرد و خلق و اطوار پسندیده آدمی را ستوده، ضرورت کسب علم و دانش را با اصرار تاکید می نماید. با وجود آنکه شعر اخلاقی در نظم فارس و تاجیک سابقه خیلی غنی داشت، بینایی در مثنوی خود بسیار فکر و غایه های نو را افاده کرده توانست به این ژانر عنعنوی خصوصیت های تازه بخشد. غزلیات بینایی اساساً بر رویه غزلسرایی عصر 15 آفریده شدند، ولی در این مورد هم او به شعر لحظه های ترجمه حالی و عنصرهای تنقیدی حکمداران را داخل نموده، در پیش نظر همچون شاعر نوپرداز نمایان می گردد. از اثرهای تاریخی بینایی قبل از همه شیبانی نامه و نسخه تفصیل یافته آن فتوحات خانی را که در بین سالهای 1504 1510 تألیف یافته است باید ذکر کرد. این اثرها که اساساً به نثر نوشته شده، فقره های شعری هم دارند، تصویری واقعه های زندگی و سرگذشت شیبانی خان را در بر می گیرند. فرق این دو اثر از دیگر اثرهای تاریخی آن زمان این است که
در آنها رجوع‌های پند و اخلاقی موجودند. ظاهراً چنین به نظر می رسد که مؤلف ساده دلانه خواسته است با این واسطه به طبقه حکمرانی زمان خود تأثیر نموده تا حد امکان پیش ظلم و تعدی و خودسری های آنان را بگیرد. بینایی نماینده تیپی طبقه میانه شهریان بود و از همین موقع نقصانهای محافل حکمران زمانش را تنقید می کرد. او دوام دهنده با استعدادی بهترین عنعنه و سنت‌های ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک دانسته می شود که در اثرهایش وضع تاریخی آسیای میانه عصر 15 و ابتدای عصر 16 به طور واضح و روشن انعکاس یافته است. یک وقتها در بعضی اثرها از روی اشاره مورخان راجع به کدورتی گاه نسبت به نوایی داشته بینایی اشتباهاً چنین عقیده دچار می آمد که گویا بینایی مقابل ترقیات ادبیات و زبان ازبیکی باشد. اما در حقیقت حال بینایی به شعرهای ازبیکی و تاجیکی نوایی بهای بلند می داد. پس از فوت نوایی در تالیفاتش او را به نیکی یاد می کرد و حتی خودش هم به ازبیکی شعر می گفت. در آن زمان اصلاً یگان حرکتی ضد زبان ازبیکی وجود نداشت. حیات و ایجادیات بینایی برعکس شاهد مناسبت‌های خیلی نزدیکی دوستانه در بین اربابان مدنیتی دو خلق برادر می باشد. دیگر از شاعران صاحب قریحه آن دور بدرالدین هلالی است. او نیز مانند بینایی به دایره مدنی هرات منسوبیت دارد. هلالی تخمیناً سال 1470 در استرآباد تولد یافته، سال 1491 به مقصد دوام دادن تحصیل به هرات می رود و تا آخر عمر در آنجا زندگی به سر می برد. سال 1529 او در نتیجه هجویه به عبیدالله خان نوشته‌اش به شیعه پرستی عیبدار گردیده با فرمان حکمرانی وقت به قتل می رسد. در ایجادیات هلالی موقع اساسی را غزل اشغال می نماید. غزلیات دلربا و شورانگیزی این شاعری شیرین کلام تا امروز در سراسر تاجیکستان ورد زبان مردمند. زبان فصیح، صنعت نفیس و آهنگ دلنشین به غزلهای او حسنی مخصوصی بخشیدند. غیر از دیوان غزلیات به قلم وی باز 3 داستان، لیلی و مجنون، صفات العاشقین و شاه و گدا تعلق دارد. ایجادیات شاعران نیمه اولی عصر 16 تا حال به درجه کافی آموخته نشده است. شبهه‌ای نیست که در نظم این دوره نظر به عصر 15 جهت‌های شکل پرستی، سخن آرایی‌های کم مضمون و رنگامیزی‌های از حد افزون قوت گرفته، تنزلی مهارت مشاهده می شود که این حالت ثمره تأثیر شرایط تاریخی است. در نیمه دوم عصر 16 پس از آن که عبدالله خان دو حاکمیت متمرکز خود را به وجود آورد، حیات ادبی دوباره احیا گردید. در این دوره از دایره هنرمندان یک زمره شاعرانی برجسته در عرصه ادبیات ظهور نمودند که از بین آنها پیش از همه عبدالرحمن مشفقی را سالهای 1538 1588 باید نام برد. با روایت مشفقی در بخارا از خانواده هنرمندی به دنیا آمده، زمانی در سمرقند نیز اقامت کرده است. وی در شاعری شهرت یافته برای مقامی درست پیدا کردن در دربار سلطان سعید کوشش ها نمود، ولی به این کامیاب نشد. سپس راه دهلی را پیش گرفته به خدمت دربار شاه اکبر داخل گردید که 2 قصیده او به وصف این حکمران هند بخشیده شدند.
مشفقی سال 1567 به بخارا برگشته به دربار عبدالله خان کشیده شد و به درجه ملیک الشعرا رسید. مشفقی با وجود منزلتی در دربار داشتهش و مهارتی بلندش در قصیده سرایی او را آخرین شاعری بزرگی مدیح سرای آسیای میانه می شمارند. همچون سخنوری از بین مردم برآمده از روی ذوق و تمایل خود پیش از همه شاعری لیریک و هجوگو بود. خصوصا غزلهای عاشقانه و رباعیات خوبی او شهرت زیادی پیدا کردند، اما قصیده های دبدبناکش قریب فراموش شدند. درست است که در یکی از قصیده های خود به آگاه کردن پادشاه از احوال بدیدی خانان جرأت نموده است. دیوان هجویات مشفقی که در آنها آدمان مختلف بیش از همه شاعران مورد استهزاء قرار گرفتند در بین مردم خیلی مشهور است. مشفقی در فولکلور تاجیک تیمسال شیرینکاری را به خود گرفته قهرمان دلپسندی لطیفه ها گردیده است. این لطیفه ها اول در بین هنرمندان پهن شده، سپس تدریجاً شهرت عمومی پیدا می کردند. مشفقی در هجویه و لطیفه های خلقی چون مردی شکاک و خلالدار کننده آرامی ها تصویر می شود. این است نمونه از شعر هجوی او که در تقسیم میراث نوشته و در این نابرابر حقوقی زنان افشا گردیده است. همشیره خرجی ماتمی بابا از آنی تو، صبر از من و ترددی غوغا از آنی تو، انباری پر ز غله بابا از آنی من، آن کاه‌های مانده به صحرا از آنی تو، تنبوری پر ز خاتمی بابا از آنی من، وان نغمه های ترنه ترنا از آنی تو، وان جای خوابی مانده بابا از آنی من، تسبیحی پاره پاره بابا از آنی تو، دستار جامه فوته بابا از آنی من، بی طاقتی و ناله شبها از آنی تو، کفگیر و دیگ و دیگچه بابا از آنی من، دستگیر و دیگ خانه بابا از آنی تو، همیانی پرزی تنگی بابا از آنی من، زنگی فلوسی مانده بابا از آنی تو، جمله گلیم و قالینی بابا از آنی من، و نقش های مانده بریا از آنی تو، از روی حولی تا بلبی بام از آنی من، از پشتی بام تا به ثریا از آنی تو. در عصر 16 تاریخ نگاری هم به ترقیات خود دوام نمود. چون این اثرهای برجسته تاریخی از قبیل حبیب السیر فی اخبار افراد البشر خواندمیر که واقعه های تاریخی عمومی و ترجمه حال آدمان مشهور را بیان کرده، شرح حادثه ها را تا آخری مبارزه شیبانی خان و شاه اسماعیل سال 1510 رسانیده است. میهمان نامه بخارای فضل الله روزبی خان، عبدالله نامه حافظ تنیش به وجود آمدند که برای آموختن تاریخ آسیای میانه عصر 16 از مهمترین سرچشمه ها حساب می شوند. حافظ تنیش شاعری صاحب دیوان هم بود، ولی دیوانی او متاسفانه تا زمانی ما نرسیده است. خلق تاجیک در هیئت دولت جانیان عصر 17 و نیمه اولی عصر 18.
تاریخ سیاسی، نزاع‌های بین خودی فیادلان در عصر 17. خان شیبانیان عبدالله خان دو سال 1598 وفات کرد و به جای او پسرش عبدالمؤمن به تخت نشست. لیکن از بس که او مانند پدرش در مملکت داری تجربه کافی نداشت، گروه های خصومت پروری اعیان و اشراف فیادالی را نتوانست نه به طرف خود کشد و نه دست آنها را کوتاه نماید. دیری نگذشته خودی همان سال وی از طرف نوکری زرخرید یک گروه فیادالان ضد حکومت مرکزی کشته شد. آخرین نماینده سلاله شیبانیان پیر محمد خان دو فقط به یک قسمت ناچیزی دولت صاحب بود. او هم به زودی در جنگ و نزاع‌های بین خودی هلاک گردید. صفویان سلاله دولت خانی خیوه و قزاق‌ها از زد و خوردهای میان شیبانیان فوراً استفاده نمودند. پادشاه صفوی شاه عباسی یک قسمت زیادی خراسان و حتی هرات را ضبط کرد. بلخ را اول برادرزاده عبدالله خان دو عبدالامین اشغال نموده یک مدت از نام خود سیکه برآورد. ولی به زودی این شهر از طرف دست نشانده شاه عباسی صفوی محمد ابراهیم تصرف کرده شد و همین طریقه این محل اصلی شیبانیان زمانی در دایره تأثیر دولت صفویان قرار گرفت. قزاق‌ها چند شهر از جمله کلانترین ملک شیبانیان تاشکند را به دست آوردند. از اینجا خان قزاق‌ها توکل خان به قسمت‌های مرکزی ماوراء النهر حرکت کرده حتی سمرقند را هم اشغال نمود. فقط شکستی نزد بخارا، سخت مجروح شدن و عاقبت هلاک گردیدن توکل خان فتوحات قزاق‌ها را باز داشت. خوارزم که عبدالله خان دو با صد مشقت به زیر اطاعت خود درآورده بود دوباره استقلالیت یافت. کی بودن اولین پادشاه سلاله نوی جانیان آنقدر معلوم نیست. اعیان و اشراف فیادالی مسند خانی را به جانی محمد سلطان جانی بیک سلطان پیشنهاد نمودند. او خواهر عبدالله خان شیبانی را به زنی گرفته بود. خودش از اولاد همان چنگیزیانی بود که پس از پراکنده شدن دولت آلتین ارده در اشترخان حکومت خانی تشکیل داده بودند. وقتی که اشترخان به روسیه همراه کرده شد، جانی بیک گریخته به نزد شیبانیان آمد. موافق معلومات سرچشمه های خطی جانی بیک سلطان پیشنهاد اعیان و اشراف را رد کرده به مسند سلطنت پسری کلان خود دین محمد را توصیه نمود. اما دین محمد که آن وقت در ابیورد حکمرانی می کرد هنوز فرصتی به بخارا آمدن را نیافته به هجوم لشکر ایران دچار گردید و در جنگ کشته شد. بنابراین به جای او برادرش باقی محمد 1599-1605 به تخت نشست. به همین سبب
در اثرهای علمی همین باقی محمد خان یقیناً اولین پادشاه سلاله جانیان دانسته شده است. لیکن مدرک های سکه شناسی حقیقت حال را قدر دیگر نشان می دهند، زیرا به دست متخصصان این ساحه خیلی بسیار سکه های در بخارا، سمرقند و تاشکند ضرب شده جانیبیک سلطان رسیده. از این چنین برمی آید که عملاً یا اسماً پادشاه اول خودی جانی محمد جانیبیک بوده است. یگانه موفقیتی در حیات سیاسی مملکت به دست آورده جانیان اول این بود که آنها حاکمیت خود را در بلخ نیز دوباره برقرار نمودند. دیگر همه کوشش‌های آنان در بابت برهم دادن نزاع‌های داخلی و مبارزه ضد بادیه‌نشین‌ها نتیجه مهمی نبخشید. در سال 1605 باقی محمد خان وفات کرده. به جای او برادرش ولی محمد 1605-1611 حکمران گردید. چون او به معیشت داده شده بود، از عهده اداره مملکت برآمده نتوانست. اعیان و اشراف به زودی از وی رو گردانیدند و روزی هنگامی در دشت قرشی مشغول شکار بودنش تخت خانی را به پسر دین محمد خان امام قولی خان 1611-1642 مناسب دیدند. وقتی که ولی محمد خان از واقعه خبردار گردید، از ماوراء النهر فرار کرده به نزد پادشاه صفوی پناه برد. شاه عباس او را خوش پذیرایی نموده با قوه زیادی دوباره به ماوراء النهر روانه نمود. اما در محاربه لشکر ایران شکست خورده خودی ولی محمد خان اسیر افتاد و با فتوای علما کشته شد. به امام قلی خان میسر گردید که حدود دولت خود را وسیع‌تر نماید. او بر ضد قزاق‌ها لشکر کشیده تاشکند را با زور تصرف نمود. او با بادیه‌نشینان دیگر قرقلپاق‌ها و قلماق‌ها که تا رفت به سرحد دولت جانیان نزدیک می شدند نیز با موفقیت مبارزه بود. امام قلی خان همچنین توانست که موقتاً باشد هم جنگ و نزاع‌های بین خودی فیادلان را باز دارد. مورخان آن زمان عهد حکمرانی امام قلی خان را همچون دوره گویا پر از رفاهیت و آسایش مملکت توصیف کردند. اگرچه این توصیفات مبالغه آمیز نماید هم در آن اساس حقیقت وجود دارد. اگر حکومتداری طولانی او با دوره‌های پیشینه و بعدینه مقایسه شود، به این میتوان باوری حاصل کرد. سرچشمه ها دلالت می کنند که در زمان امام قلی خان حتی بعضی کارهای آبیاری انجام داده شده است. از همان روزی که امام قلی خان از مملکت داری دست کشیده، برادری او ندیر محمد خان 1642-1645 به تخت نشست، وضعیت تغییر یافت. ندیر محمد خان اعیان و اشراف فیادلی قبیلوی را به خود جلب کردن نتوانست. روز از روز مناسبتی بین او و نمایندگان با نفوذ طبقه حاکم بدتر گردید. به این سبب حکمرانی ندیر محمد خان دیر دوام نکرد. اعیان و اشراف فیادلی که از سیاست پیش گرفته او ناراضی بودند، به مقابل وی سوی قصد کرده به تخت سلطنت پسرش عبدالعزیز خان را 1645-1680 نشاندند. ندیر محمد مجبور شد که با منصب حاکم بلخ قناعت کند.
اما در اینجا هم موقع خود را استوار کرده نتوانست. دیگر پسران ندیر محمد که گاه طرفی پدر و گاه طرفی برادر را می گرفتند، خودشان نیز به تلاش حاکمیت و ملک همراه شدند. در نتیجه جنگ های پی در پی بلخ که از آبادترین ولایت های مملکت به شمار می رفت به خرابی رو آورد. ندیر محمد خان چون دید که با قوه خود کاری کرده نمی تواند، برای کمک به حکمرانی سلاله تیموریان هند شاه جهان مراجعت نمود. شاه جهان که مثل گذشتگانش همیشه فکری به دست در آوردن سرزمین پرثروت همسایه را در سر می پرورید، این فرصت را برای رسیدن به قصد و نیت دیرینه خود غنیمت دانسته، خواهش ندیر محمد را در حال قبول کرد و با سرداری پسرانش اورنگزیب و مرادبخش عسکری زیادی را به بلخ فرستاد. ندیر محمد از حقیقت مسئله خبردار شده فوراً فرار نمود. استیلاگران بلخ را اشغال نموده مدتی 2 سال تمامی ثروت این ولایت را تاراج کردند. اهالی محلی از جبر و ستم و قتل و غارت به تنگ آمده رو به گریز نهادند. سراسری بلخ و اطراف آن را قحطی و گرسنگی فرا گرفت. نهایت عبدالعزیز خان با تیاری زیاد به مقابل لشکر هند برخاسته، در نتیجه محاربه های شدید غلبه به دست آورد. ولی حال مردم از این همه تاراجگری و جنگ و جدال های پردوام به نهایت تباهی رسیده بود. شما گفتاری 94 رو از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقولov خواند. کارگردان شیرعلی نغزلی.